شرایط افغانستان خیلی بده. شوهرم 2 سال میشد که معتاد کارتون خواب بود. به زندگی خورم نمیکنه. معتاد که هست نمیفهمه. تا جایی که شنیدم از فرمای شما مشکلی اساسی مشکلی اقتصادی نمود کار و عاید چون خود مبری فعلا مشکلات زیاده دیدم از طرف همه شوهر خود یعنی طفل 1.5 ساله که به بغل منه این ببرد به فروش گذاشت عصبی که خراب شد دختر ما بیامد از من بگیرفت که من میرم خود دختر خود و یک وقت خبر شدم که به در شفاخانه زبیر به فروش گذاشته به 20,000 افغانی بیاوردم بعضی کلینیک آوردم مال بخیر شربت متادون استفاده میکنه شکر وضعیت خوبه تقریبا 2 ماه میشه که متادون میخوره میگال وضعیت خیلی خوب شده نسبت به قبل خیلی تا فعلا هم بیکاره ولی هم مواد استفاده نمیکنم متادون خیلی حافظی رو بیتر کرده و بدون از من خیلی از خانمای افغان به خاطر از اینکه شوهرای اینو به اعتیاد رو آوردن مواد مخدر استفاده میکنن خیلی بدبختن به خصوص ولایت هرات که هست زیاد معتادینه خانم هم معتاد داره آقایان هم خیلی معتاده ما از جامعه بین المللی همی خواهش دارن که در رأس از این معتادین کمک کنن تا بتونن که دیگه بعضی مواد نشاور رو نیاورن یک کار و وظیفه بهتر برای از اینا فراهم کنن که مصرف کار و وظیفه خوب باشن